برادر جان چی مشکل داری لالای گلم؟ والا مادر مریض از این شفاخانه بیسینا سنگ گرده در عملیات میشه. ما 4000 روپیه به خدا کرا میتیم. یک پدر دارم در کوچنگی کچالو پیاز سودا میکنه، خودم ساجق فروشی میکنه. دیگه کسی یک خوار کلان دارم خود خانه خیاطی میکنه. به خدا اگه شما میگن دروغ میگه، دیگه در این شفاخانه بیسینا که نشانت بدم. مادر مریض از بلا الا قسم مادر مریض ما اسمیم 4000 روپیه کرا میتیم. بلا برق هرچی آمده در روزی چیز خانه نداریم. مجلس خدا سر بلند داشته باشه. یعنی یک سوال دارم، چند بتم خوشحال میشی؟ یعنی هر چی که از این به دربار خدا از صدق دل بگو چند بتم که خوشحال میشی؟ مادر مریض از هر چی که میگی بخدا خو نه امی تو برام بگو از صدق دل چند بتم که خوشحال شوی؟ کرای خانه در پشت ماست. مادر مریض از باور به خدا که ما 4000 روپیه کرا میتیم. قسم به خدا بلندتر گپ ده. مادر مریض از به خدا قسم ما 4000 کرا میتیم. قسم برات خودم کاکا. امی چی تا دم پشتو هم بگو که برادرای ما که در آلمان در کشورهای اروپایی زمینا چی کنن؟ ور می مریض در کور کی شین لرد میاشتی سلور زره کرا ورک یا پلار می در کور سنگی که کار چیوانی کی نور سر در زخ بلا جاول خسم میاشتی 2000 روپیه کار کنم اجی هیچ شی کور کنه. خدا یار سو کمک که خدای دی کامیاب با وقت لراجی گل خیر وسی خدا دی سایه بچش ما چی دی که یعنی برای چند بتم؟ نه چی که می تو نه چی که می ای ببینید خداوند سر بلند داشته باشید. خداوند نامید ناکام مردم نکنه. 1000 روپیه بس است؟ ای ببینید صحیفه؟ 2000 اینی هم 2500 روپیه برو که بدر قند من باشی. خیر ببینید چون مادر جانت مریض است خداوند چی کنه؟ خیر ببینید دیگه یک 500 دیگه که دیگه هم بتونم خانه اگه به پشت شو بود. اینم یک 500 دیگه که دیگه هم تو را میتونم. در برادرای ما که در آلمان هستن چه گفتنی داری؟ در کشورهای بیرون که داره سر بلند کامیاب داشته باشه شان لالا. خداوند خدا قبطشان که جمع بتانن. در پشتو برای برادرای پشتو ما خدای دی کامیاب لره خدای دی ژونده لره خدای دی نامید نکام دی خلق و نکوره. هی ببینید لالا خدا سر بلند داشته. برو خدا نگهدارت برادر. ببینید لالا دیگه خدا نگهدارت.